تصور این که بتوانید در یک مجتمع قدیمی از ابتدا کابل کشی کنید و آن را به سیستم هوشمند مجهز کنید دشوار به نظر میرسه. اگر شما هم از این کار ناامید شدید، این همان لحظه است که راه حل 4G ما کارگوش است. این راهکار برای زمانی که ایجاد شبکه جدید مشکل ساز است یا نصب کابل بسیار هزینه بر است، مناسب است. اینجاست که راه حل 4G در داخل ساختمان می‌درخشد. نیازی به سیم کشی پیچیده نیست. تنها چیزی که نیاز دارید یک پنل هوشمند، یک روتر 4G و یک سیم کارت است. خودشه. فقط پنل را به یک مودم دارای اینترنت وصل کنید. و تمام. سیستم آیفون شما راه افتاد. برای تغذیه برق پنل فقط آن را به آداپتور وصل کنید. خیلی آسونه. راه حل 4G ما بدون نیاز به مانیتور داخلی راه حلی آسان و سریع را به شما ارائه می‌دهد. با اتصال 4G می توانید از راه دور از طریق اپلیکیشن به همه چیز دسترسی داشته باشید. شما خواهید دید که چه کسی پشت درب است، قفل آن را باز می‌کنید و همه چیز را از طریق تلفن خود کنترل می‌کنید. این روش بسیار آسان زمان راه اندازی را کاهش می‌دهد و در هزینه شما صرفه‌جویی می‌کند. شما فقط کافی است پنل را به یک اینترنت پایدار وصل کنید. دیگر جای هیچ نگرانی نیست. مودم 4G هم میتواند راه حلی مناسب برای این کار باشد. این راهکار واقعا مغروم به صرفه بوده، به خصوص در مجتمع‌های قدیمی. راه حل 4G ما تصاویر را با وضوح و کیفیت بالا به موبایل شما میرساند. هر بار از پخش روان و ویدیویی با کیفیت بالا لذت خواهید برد. باز هم میگم این بهترین گزینه برای ساختمان‌های قدیمی هست. اما این همه ماجرا نیست. در اینجا برخی از سناریوهای رایج وجود دارد که در آن راه حل ما می‌درخشد. اول برای مجتمع‌هایی که فاقد زیرساخت شبکه میباشند. شماره 2 برای ویلاهایی که پنل از ساختمان اصلی دور است و فقط برق دارد، هیچ کابل شبکه‌ای در دسترس نیست. خب مشکلی نیست. راه حل 4G ما از همه چیز پشتیبانی می‌کند. چیزی که در مورد این راه حل‌ها عالی است، قابلیت‌های ویژه آن است. با مدل‌های مختلف پنل کار می‌کند. می‌توانید بدون نیاز به مانیتور داخلی از آنها با برنامه اسمارت پرو و برنامه اسمارت لایف استفاده کنید. خب این مدل‌های سازگار را بررسی کنید. اینها با اپ اسمارت همخوانی دارند. این مدل‌ها هم با اسمارت پرو. خلاصه اگر در ایران ساختمان قدیمی داری که می‌خواهی به جدیدترین سیستم اینترکام متصلش کنی، همین الان با نماینده انحصاری ما که شرکت بومرنگرایانه هست تماس بگیرید. اونها میتونن بهترین مشاوره رو در این زمینه به شما ارائه بدهند. خدا نگهدارتون باشه.